چرا من به عنوان یه زن، فقط به خاطر این که یه زنم باید یه محدودیتایی تو ایران داشته باشم، فقط به خاطر این که زنم. خیلی دوست دارم یه روز بیارمشون اینجا و اینجا رو بهشون نشون بدم، اشرف رو بهشون نشون بدم و ببینن که چقدر اونجا با این که توی سختی هستن ولی آزادیشون هست. هیچ چیزی باعث نشده که اون آزادی بیانشون و اون قوانینشون رو زیر پا بگذارن و امیدوارم که یک روزی بشه که تمام مردم ایران این آزادی ها رو ببینن و متوجه بشن که باید بر علیه این رژیم آخوندی قیام کنن و سرنگونشون کنن و حتما همچین اتفاقی میفته. این رژیم آخوندی سرنگون میشه، ما میریم ایران و یک کشوری میسازیم که تمام جهان حسرت داشتن این کشور رو داشته باشن. خاطر اینکه ما یک رهبری داریم به اسم آقای مسعود رجوی که واقعا قویه. من تا حالا هیچ رهبریتی رو ندیدم که اینقدر سر حرفش وایسه و هر کسی که وارد سازمان میشه رو مثل خودش بکنه، با اینکه هیچ اجباری روش نیست. اون طرف آزاده و با عقیده خودش قبول میکنه که مجاهد باشه، اشرف نشان باشه و برای اشرفی‌ها فعالیت کنه. خیلی خوشحالم که با این سازمان آشنا شدم. من اولا که ازشون تشکر میکنم به خاطر زحمات فراوانی که تو این چند ساله کشیدن و به خاطر کارهایی که الان دارن انجام میدن و انجام خواهند داد تا ما به پیروزی برسیم. بعد من کوچیکتر از اینم که بخوام تمام این مجاهدای عزیز که 40 سال مبارزه کردن با منی که 3 ماه وارد این سازمان شدم بخوام چیزی بهشون بگم باید چی کار کنیم. ولی این شبکه مجاهدینی که توی ماهواره درست کردن، باور کنین حتی من داخل ایران که بودم نمیدونستم این شبکه مال مجاهدینه. از طنزای پیک شادیتون شروع شد. یعنی یک چیزی که ایرانی الان تو ایران نیاز داره اینه که بخنده، اینه که شاد باشه، چیزی که واقعا دیگه تو ایران وجود نداره، چیزی که جوانای ایرانی اصلا باهاش نامعنوسن. به خاطر همین اصلا رفتاراشون عوض شده، شادیاشون رو تو چیزای دیگه میبینن، تو کارهای دیگه میبینن. ولی وقتی که شروع کردم به دیدن این پیک شادی توی شبکه مجاهدین، بعد هی رابطه بیشتر شد. اومدم اینجا دیدم چیزی که من میدیدم و باعث شادی من میشد و باعث میشد که من یه سری از واقعیت ها رو به طنز ببینم و قبول کنم، مال همین سازمان مجاهدینیه که تو ایران خفش کردن و اجازه نمیدن هیچکی ازش حرف بزنه. این شبکتون وقتی که 24 ساعته شد و برنامه‌هاش ادامه پیدا کرد، خیلی واقعا به مردم ایران کمک میکنه. خیلی ممنون از زحماتی که میکشین و واقعا تمام کارهایی که انجام دادین یکه و کامله و من هیچ حرف دیگه ای ندارم که بگم چه کاری باید انجام بدین، چون تمام کاری که انجام میدین واقعا کامله، هیچ نقصی نداره که آدم بخواد ازش ایراد بگیره یا بگه باید چنین کاری انجام بدین تا این اتفاق بیفته، مردم این کار انجام بدن. چون اون حامیایی که درون ایران هم داریم اونها وظیفه خودشون رو به خوبی انجام میدن. اگه یک انسان درون ایران بخواد از درونش قیام کنه و بلند شه، چشمانش شما مجاهدین و اشرف نشانهای درون ایران رو میبینه، بهتون میپیونده و اون قیام رو انجام میده و به پیروزی میرسه. واقعا ممنون از تمام تلاشایی که انجام دادین، انجام میدین و انجام خواهید داد.